امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان 8 مسئله را در اجلاس نوبتی خود مورد بررسی قرار داد که از جمله یکی از این مسئله های مهم این عاید به پیشنهاد حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولت جمهوری تاجیکستان جهت مبلغ گذاری ساحه انرژتیک تاجیکستان می باشد که از طرف معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نور محمدیان مورد ارائه قرار گرفت و بر اساس این حکومت تاجیکستان در حجم 530 میلیون سامانی وکسل ها یا کاغذ های قیمتناک را به فروش خواهد برآورد و مبلغی که در حساب در عوض این فروش به دست می آید به ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون صرف خواهد شد و در مورد مکانیزم فروش آن معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نور محمدیان گفت که وقتی که این وکسل های مقصدناک به فروش گذاشته می شوند آن را شرکت ها و افراد عادی تاجیکستان یا صاحبکاران می توانند خریداری کنند و این مبلغ در بانک ملی حفظ می شود و از بانک ملی تاجیکستان به نیروگاه آبی و برقی راغون انتقال داده می شود. وقتی که ماس سخن درباره کاغذهای قیمتناک دولتی می رود یعنی که اینجا علاقه این معنایش همین است که تمامی حقوق و عهده‌داری ها نسبت همین کاغذهای قیمتناک ماس به دولت است. طور اقتصاددان های تاجیک میگویند با این رای با این نحوه مبلغ گذاری کردن راغون می تواند جریان ساختمان آن را تیزاند. از بس که راغون اساساً شرکت سهامی است که در آن سهمیه شماره از همه زیادی سهمیه ها به حکومت جمهوری تاجیکستان داخل دارند، بنابراین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از نام حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد میکند و راغون را با همین راه مبلغ گذاری میکند. ماه دکامبر سال گذشته حکومت با صدور یک قرار و نشر وکسل ها بر عوض اموال 4 بانک تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاجپرام بانک و فنون بانک به آنها 3 میلیارد و 850 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده بود. اما در این مدت دو بانک فنون بانک و تاجپرام بانک کاملا کساد و مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوانده شده در حال برهمخوری قرار دارند. بنابراین با قرار نوبتی حکومت مبلغ کمک به بانک ها را به قدر 530 میلیون سامانی کم کرده در سطح 3 میلیارد و 320 میلیون قرار داد. دولت تاجیکستان در سال گذشته برای نیروگاه راغون معرکه فروش سهمیه ها را راه اندازی کرده بود. در معرکه پرسر و صدای فروش سهمیه های راغون سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سامانی به قرب آن دوره 180 میلیون دلار جمع کرده شد و در بانک های کشور نگهداری می شود. اما وکسل های دولتی به فرق از سهمیه ها ناوابسته به درآمدناکی شرکت و یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.